سه تا علت پیدا می شود که ما رغبت طاعت و لذت طاعت را احساس نمی کنیم. اول، رفیقت ناخلف شده. رفیقی را که انتخاب کردی ناخلف است. رفیقی که انتخاب کردی بیدین است. رفیقی که انتخاب کردی بینماز است. رفیقی که انتخاب کردی زناکار است. دوم، غذایت. حالا امروز مردم نه متوجه رشوت هستند نه متوجه سود هستند. این بسیار خطرناک است. وقت لقمه حرام داخل شکم شد، تأثیر از انسان گرفته می شود. راههای منفعت گیری دین و اسلام و شریعت و طاعت مسدود می شود در بدن. نماز لذت نمی بری، از قرائت لذت نمی بری. سوم، صدور معصیت. سوم چیزی که انسان را کمرنگ می کند و بیشوق می کند صدور معصیت است. وقتی گناه ها آمد دیگه کل امون صفایی دل را خراب می کنه و مکدر می کنه.